درود دوستان عزیز، یه کولر گری داریم شستی داریم و کیومش میکنیم. یه نکته خیلی جالبی داره، ایف و مقبراتون یه کلیپی نذارم. وقتی مشتری زنگ میزنه میگه کولر چند نصب میکنی، بهش میگیم 1 تومن، میگه با چه خبره 1 تومن، بابا طرف میاد 600 نصب میکنه. حالا وقتی میاد نصب میکنه نگاه بکن، چرا به خدا این نصب کردنشه، نگاه بکن این نصب کرد، یعنی خدا شاهده اگه یه واسه که یه نصب کرده 50,000 تومن هم بدهی زیاده شد. خب چه نصب کردین، خدا غضبت کو با کولر نصب کردنت. اومده کولر رو نصب کرده، موره انداخته، نکرده اینو آچار که میخواد بندازه این کپو بندازه روش، کلن اینجا پیچ خورده. یعنی فرانسه شو همینجوری انداخته، این موره رو بسته. بابا وقتی استاد زنگ میزنه بهتون میگه 1 تومن، خور قیمت کارش پایین نیارین، نکنین نذارین یکی بیا براتون نصب بکنه. بیا علم دارنی کولر خونی. خدا نگهدارتون باشه بوا.